مولانا یعقوب چرخی. این مقصد قورپرست شده خونده نمیتونم عربی را. عمر دراز پربرکت هر یک کداممون نصیب بگرد. سلام دوستان عزیز، زمان پیشروی عصر 21 برادرای ما در خود ترکیه هستند. اگر شما چیزی که خواهش کنین البته به شما دسترس میکنن. در همین رقم ها زنگ میزنین. آدمای خدیان دلپرن، مقصد بفریب بدروغن. همین رقم ها در واتساپ هم دارن، یوتیوب شون هم هست، تلگرام شون هم هست، همش هستن. برادرها در خدمت ما و شما، برادرای تاجیکای خدمانان در ترکیه هستند. شما که مقصد یکم چی در کارتون باشه در همین رقم ها زنگ میزنید. البته کوشش میکنن که کار شما را بکنن، البته به نرخ ارزان، به نرخ دلخواه. برادرامون در ترکیه و شما خدمت میکنن. توصیه من برای شما همین رقم ها فقط شما زنگ بزنید، اولش خدا آخرش خدا، کار شما حل. سلام و درودی به پایان به همه شما دوستان بهتر از جان. این ما این حال مولانا داریم. همه قشلوق هم با فکرم گلیستان میگن، مولانا میگن، همه با مولانا میشناسیم. دهانی در هم مسجد شدیم، میریم آرامگاه از زیارت میکنیم، یک هفته میکنیم و بسیار با ما میرم هر جا زیارت. در کامنتر می نویسن که مقصد قورپرست شده یا سوسو نه. ما چند بارا میپرسم برادرای عزیز، چند بارا میپرسم که همین مقصد همین کار ما میکنیم، زیارت میریم. زیارت کردن خوبه برادرای عزیز. ما به شما توصیه میتونم برای زیارت کنین، همه عزیزا و بزرگا را زیارت کنین، یک دعا کنین در حقشون. نگاه اونجای ویش نیسته. البته که هر کسی که زیارت میکنه بزرگا را به یاد آخرت میزنه، به یاد آخرت، فقط به یاد آخرت، به یاد آخرت. برای هم که زیارت میرن که به یاد آخرت باشن، به یاد پروردگار باشن، به یاد خداوند باشن که آخرتشون آباد کنن. میدونیم یک جویا تماشا میکنیم، زیارت میکنیم، یک هفته میکنیم. سلام دوستان عزیز، مولانا یعقوب چرخی علاقه بسیاری پای بردیم. ما در حضرت مولانا حضور داریم برادرای عزیز. این مسجد، در این مسجد جای آرامگاهش ده جایی ده هستیم که امروز ما تصمیم گرفتم. در کامنتر هم شما نوشتین که یک بار حضرت مولانا برای در مولانا هستیم. مولانا یعقوب چرخی. انا که ما با شما معلومات میتونم. اما پرسیدم یک چند برادرها ای رفیقا پرسان کردیم، اومدیم ما در درون مسجد پرسان کردیم. انا ما برای شما معلومات میتونم. انا این چناری که دیدید شما اینا این آقایان آب شده درسته. هر کلونایی یعنی خدمتون به نهایت کلون 500 سال 500 سال ای تو در اینجا هست. در یک بهار اینطور رویدگی این که تو شنیدم خیلی باید برای باید اومده 500 سال. من این مسجد میگه یا خیلی سوختگی که خیلی دقیقات سوختگی رنگ خلده یعنی کندنسنه رو این کندنسنه رو سوختگی تویستان رو سالکن میداره، زمستان رو گرم در درون مسجد من. انا برادرای عزیز درون این مسجد انا که ما یک جور میرم که برادرای عزیز جای آرامگاهش حضرت مولانا رو جای آرامگاهش میریم. شفتیم اینجا جای کشوفت کلام تا پیشین وقت داریم میگردیم، یک زیارت میکنیم، آخران در یک کف دعا. شفتیم برادر اینجا میریم بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا میدرویم درام برادرای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا وای بده اینجا جای آرامگاهش. اینا حضرت مولانا. اینا برادرای عزیز، اینا برادرای عزیز، اینا دوستان بهتر از جان. اینا اینجا در چیز نوشتگی اکروستیگم من اینا تا ای پیش نبینم دلم قرار نمیگیره. چه خیل کنیم بیاینید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ببخشم یا بسم الله. که جایی که میدونیم کم کم ممکن نیست و خیلی چی گم نه. انا کسانی که ایار خونده میتونن خوش به حالشون اینو بخونن. راستی خیلی خونده نمیتونم عربی را. اینا آرامگاهشون. یادتون جانت شما اینا با این
میترخوستم به ای در میبرویم. چی گفتیم برادران؟ به ای در میبرویم میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این علاقه مردم برای پیشین آماده ایستادن، پیشین میشود. همین مسجد در حقیقت خصوص ساخته گیرن که مقصد که ایجاد چی گم باشه. انا اینجا در قبری دیگه. انا برادران این کسان چندین شاگردو تربیه کردگن، ایلی نقلشون نامش راستی گفت فراموش کردم. چندین شاگردایی داشتن یعنی تاجیکستان تا به حال خدمت میکنه شاگرداشون، تا به حال مثلا شاگرداشون مرده رفتگن و با شاگرداشون مثلا این مولانا نه لکه مصفیدو یا پای اومده استیم. اینا حضرت مولانا در افغانستان در یک جایی بوده که چرخ نام داشته، در افغانستان به دنیا میاد. خیلی نام وی رو علیش کردگان میگه. بعد انا وای میکنن، وای میشه. بعد سمرقند ما میروان تحصیل میکنن. بعد از سمرقند میآیند اینجا هم حصار، همون سالا حصار رو نگاه میکنه. با مقصد میآیند حصار بعد اینجا میآیند و مقصد اینجا دست به کار و دل به یار گفته. هم خیلی روایت داشتیم خچون دست به کار و دل به یار. مقصد هم خیلی روایت خچون قطعی مقصد هم کار و فعالیت میکنن. کار میکردن و فقط الله میگفتن، کار میکردن فقط الله. برای همین دست به کار و دل به یار. اینم برادران این گنبدی این مسجد. خیلی نماز پیشینه میخونیم با ان شاء الله خداوند بزرگ نگهبان تان باشه. الله اکبر. دوستان عزیز ما طرف قبله مسجد من، طرف قبله
پشت یک ایدرون قبله میشم که این طرف قبله این برادر عزیز تورات خانه راستی گپ ها اونه تورات خانه نوشته یک تورات خانه من میپرسم نماجو اینجا در جایی که مقصد به فکرم که اینجا تابستان ده به فکرم نماز میخونم اینجا این مقصد اینجا خیلی جایی که ملا میسته کنه نه در مسجد مثل قبله زنده باشید این مقصد درش دری برآمد و درآمد مسجد خداوند بزرگ نگهبانتان باشه پیشکارتان کشاده کنه نمازاتان روزهاتان خداوند بزرگ قبول بگردونه به درگاهش عمر درازی پربرکت هر یک کدامون نصیب بگردونه در کجای باشید نباشید باید الله باشید